ویدیوهای آموزشی آزمایشگاه نپتون در مقطع علوم جبری و دریایی روزنستر دانشگاه میامی خوش آمدید. امروز میخوام راجع به نحوه آماده سازی مغزهای رسوب برای مطالعات رسوب شناسی، عکاسی و همچنین نمونه‌گیری صحبت بکنم و اینکه ما توی آزمایشگاه چجوری با این نمونه ها برخورد کنیم. نمونه‌های مورد نظر ما توسط یک مغزگیر روسی گرفته شده که در حقیقت نصف یک استوانه رو در اختیار ما قرار میده برای مطالعه کردن. قبل از اینکه من این مغزه رو بخوام باز بکنم احتیاج داریم که یک تعدادی وسایل خیلی ابتدایی رو از قبل آماده کرده باشیم. اول از هر چیز توی مطالعات مغزهای از این قبیل همیشه بالا و پایین مغزه برای ما اهمیت خاصی داره و سعی میکنیم که در طول آماده سازی، مراحل آماده سازی و نمونه‌گیری همیشه بالا و پایین مغزه رو به صورت خیلی واضح مشخص کرده باشیم که بعدا در ادامه مطالعات با مشکلی مواجه نشیم. برای این کار معمولا از فلش‌های مختلفی من استفاده میکنم، اندازه‌های مختلف، در اندازه‌های مختلف و رنگ‌های مختلف که حالا تو هر مرحله میگم که چرا ما از این رنگ‌ها و اندازه‌های مختلف استفاده میکنیم. در کنار این فلش‌ها که شما میتونید توی نرم افزارهای مختلفی مثل ورد یا کورل اینا رو درست بکنید، شما احتیاج خواهید داشت به یک ورقه پلکسیگلاس که این ورقه تقریبا عرض حدود 8-9 سانت داره، طولش حدود 1 متر و 10 سانت است و ضخامت 1 سانت داره. ما از این استفاده میکنیم برای اینکه بتونیم این نصف مغزه رو به اصطلاح به راحتی جابجا بکنیم که حالا در ادامه بهتون نشون میدم که چجوری. و در این حال از 2 تا فلش با رنگ‌های مختلف و سایز بزرگ برای مشخص کردن بالا و پایین این ورقه پلکسیگلاس استفاده میکنیم که بعدا خواهید دید که چطوری این 2 تا فلش با در حقیقت پیکان‌هایی که روی مغز ما نصب میکنیم به اصطلاح مطابقت داده میشه برای اینکه ما همیشه بدونیم کدوم قسمت مغزه بالاست و کدوم قسمت پایین هستش. به غیر از اون ما از لوله‌های پولیکای ضخیم استفاده میکنیم برای اینکه بتونیم به اصطلاح مغزه رو توش جا بدیم. این لوله پولیکا رو ما از وسط نصف کردیم و همونطوری که میبینید اون رو توسط نوارهایی درجه بندی کردیم که در قسمت پایین این درجه بندی به میلیمتر هست، از 1 تا 100 در حقیقت 100 سانتی متر با دقت 1 میلیمتر درجه بندی شده. در بالا همون فواصل رو به صورت 1 سانت شما مشاهده میکنید و بعد اینجا یک محدوده ای از تغییرات درجه خاکستری رو از سفید تا سیاه با حد فاصله 10% میتونید ببینید و بعد یک در حقیقت میشه گفتش که نوار رنگی رو اینجا مشاهده میکنید. دلیل اینکه ما این بخش رو اضافه کردیم این هستش که موقعی که دارید عکاسی میکنید امکان داره به دلیل شرایط نوری موجود رنگ کور شما متمایل به آبی، سبز یا زرد باشه. وقتی یک چنین نوار رنگی استانداردی رو شما همزمان دارید عکاسی میکنید با مغزتون، بعدا تو نرم افزارهای پردازش تصویر وقتی رنگ این رو اصلاح کنید و به رنگ حقیقی نزدیک بکنید، خواه نخواه رنگ مغز شما هم به رنگ طبیعی نزدیک خواهد شد. با توجه به ضخامت مغزه شما امکان داره که لوله‌های پولیکا با قطرهای مختلفی رو استفاده بکنید. این الان لوله پولیکایی هستش که قطر 10 سانت داره، این لوله پولیکایی که قطر 7 سانت داره و این لوله پولیکایی هستش که قطر 5 سانت داره و ما از وسط نصف کردیم. این نوارها رو شما میتونید از روی وبسایت ما دانلود بکنید چون این نوارها به صورت خاص برای این کار طراحی شده و شما روی اینترنت نمیتونید اونها رو پیدا بکنید. پس بنابراین ریفرنس شما برای دانلود اینها وبسایت آزمایشگاه نپتون خواهد بود. اولین مرحله این هستش که ما
مغزه رو از توی تمام پوشش‌های پلاستیکی که هنگام برداشت مغزه ما اونا رو پیچیدیم باز بکنیم. در تمام طول مدت کار شما باید مد نظر داشته باشید که حتما از دستکش استفاده کنید، در اینکه نه تنها این باعث میشه که نمونه دچار آلودگی نشه، بلکه انگشتر خود شما دچار آلودگی نخواهد شد، برای اینکه شما هیچ ایده‌ای نخواهید داشت که مواد و متریالی که باهاش سر کله خواهید زد چه جور باکتریا یا قارچی رو به خودش همراه خواهد داشت. پس بنابراین هم برای حفاظت از خودتون و هم برای حفاظت از نمونه حتما همیشه از دستکش استفاده کنید. توی مرحله اول که نمونه رو از پوشش اولیه‌اش بیرون آوردید، همونطور که می‌بینید این نمونه در داخل یک لوله پولیکا قرار داده شده به عنوان لاینر برای اینکه نمونه رو محافظت بکنه و بعد هم توسط لفاف‌های پلاستیکی این پیچیده شده برای اینکه رطوبت داخل نمونه حفظ بشه. اولین کاری که ما خواهیم کرد این هستش که با توجه به اطلاعاتی که هنگام برداشت نمونه ما روی این لوله پولیکا یادداشت کردیم، بالا و پایین اون رو مشخص بکنیم. این الان با یک فلشی اینجا مشخص شده که بالای نمونه کجا هستش. به محض اینکه ما بالا و پایین نمونه رو تشخیص دادیم، اولین کاری که میکنیم این هستش که روی همین پوشش پلاستیکی توسط یک دونه از همین پیکان ها میایم بالای نمونه رو مشخص میکنیم که اینجا الان من این کار رو انجام دادم، این بالای نمونه ما هست و شماره کور رو اینجا می نویسیم و با چسب روی اون رو پوشش میدیم که این از بین نره و به این ترتیب ما وقتی سطح صاف نمونه رو باهاش سر و کار داریم همیشه میدونیم که بالای نمونه ما کجا هستش. اگر خواستید میتونید از یک فلش مشکی رنگ هم استفاده بکنید برای اینکه بخش پایین نمونه رو مشخص بکنید، ولی در هر صورت همیشه جهت پیکان جهت بالای مغزه رو نشون میده. خب وقتی این کار رو انجام دادید ما باید اولین پوشش پلاستیکی رو از روی نمونه‌مون جدا بکنیم که برای این کار میایم از این ورق پلکسیگلاسمون استفاده میکنیم، پیکان قرمز رو مقابل پیکان قرمز قرار میدیم و جهتش به سمت بالا و بعد مغزه رو جابجا میکنیم. به این ترتیب مغزه ما بدون اینکه هیچ گونه آشفتگی توش اتفاق بیفته به اصطلاح حالت معکوس پیدا میکنه. حالا ما اولین پوشش رو باز میکنیم. برای این کار از تیغ استفاده میکنیم برای اینکه بتونیم یک برش طولی در طول این لفاف پلاستیکی ایجاد بکنیم. تا حالا اینجا من از این تیغ در حقیقت برش میکروسکوپی استفاده میکنم، ولی شما میتونید از تیغ‌های موکت‌بری هم استفاده کنید. هیچ ترجیح خاصی برای انتخاب تیغ اینجا وجود نداره. خب وقتی پوشش اول رو باز کردید، با توجه به اینکه ما اینجا مشخص کردیم که بالای مغزه کجا هست توسط ماژیک، ولی امکان داره که در طول زمان به دلیل اینکه شما بارها و بارها امکان داره به این مغزه رجوع بکنید و این رو باز و بسته بکنید، امکان داره که این فلش ها پاک بشه. برای اینکه همیشه مطمئن باشیم که در حقیقت کور لاینر ما یا پی وی سی ما جهت بالاش کجا هست، از این فلش بزرگ استفاده میکنیم و این رو اینجا میچسبونیم در جهتی که به سمت بالای مغزه اشاره بکنه و مجددا شماره مغزه رو یادداشت میکنیم که همیشه یادمون باشه که این پوشش پلاستیکی و این لوله پی وی سی مربوط به این مغزه با این شماره هستش. خب وقتی این کار رو کردیم شما میتونید مجددا این کور رو برگردونید و لفاف پلاستیکی اول رو ازش جدا بکنید.
میشه لفاف پلاستیکی اول. حالا باز می‌بینید که این رسوب ما داخل یه لفاف پلاستیکی دیگری پیچیده شده. ما برای اینکه بتونیم این رو باز بکنیم در حقیقت یک لای اون رو باز میکنیم و مجددا مغزمون رو روی این ورق پلکسیگلاس قرار میدیم. اگر خاطرتون باشه بالای مغزه ما در این سمت بود، ولی جهت اطلاع مجددا رجوع میکنیم. بله میبینیم که این فلش سمت بالا هستش. خب مجددا این رو تو جهت درستش قرار میدیم و برمیگردونیم مغزمون. خب حالا شما با خیال راحت میتونید این لوله PVC رو از نمونه رسوب جدا بکنید. خب همینطور که میبینید این نمونه رسوب ما هست و این الان آماده هستش که ما این رو منتقلش بکنیم به داخل یکی از این لوله‌های نیم استوانه‌های PVC و این نمونه آماده میشه برای اینکه بره برای عکاسی. بعد از اینکه نمونه رو منتقل کردیم داخل لوله PVC، اون موقع شما میتونید این لفاف پلاستیکی رو با احتیاط از روی اون بردارید. الان همونطور که میبینید این نمونه رسوبی هستش که ما بعداً روی اون کار خواهیم کرد. اولین مرحله این هستش که ما در این شرایط از نمونه رسوب اون عکس بگیریم و اون رو با توجه به مقیاسی که اینجا داریم بعداً توی نرم افزار پردازش تصویری طول و رنگ اون رو اصلاح. بعد از اینکه پوشش پلاستیکی رو جدا کردیم از روی نمونه، این نمونه الان آماده هستش که ما ازش عکاسی بکنیم. حالا روش‌هایی که برای عکاسی استفاده میشه خیلی متفاوته. از هر آزمایشگاهی با توجه به شرایط خودش از امکانات متفاوتی استفاده میکنه. شما میتونید یه دوربین رو روی یه سپایی در بالا نصب کنید و کل این رو یک جا عکس بگیرید، یا میتونید چند تیکه با دقت بیشتری عکاسی بکنید و بعد عکس‌ها رو در کامپیوتر به هم دیگه بچسبونید، و یا اینکه از کور اسکنر استفاده بکنید، دستگاهی که ما اینجا داریم، و یک اسکن با رزولوشن خیلی بالا و در مقیاس 1:1 از این کور بگیرید. بعد از اینکه عکاسی شما تمام شد، اولین کاری که خواهید کرد این هستش که بیاید اطلاعات فیزیکی مربوط به کور رو بررسی بکنید و اون رو در یک در حقیقت جدولی یا یه لاگی وارد بکنید که اینجا این نمونهش رو میبینید. مجددا شما نمونه این جدول رو میتونید از روی وبسایت آزمایشگاه دانلود بکنید. در اینجا در حقیقت ستون طول ما هست که هر 5 سانتی با یک مجموعه رنگی مشخص شده، سفید و مشکی، و هر کدوم از این خطها مشخص 1 سانت است. پس بنابراین شما با دقت 1 سانت میتونید تغییرات فیزیکی رو که در طول کور میبینید، هم از تغییر رنگ، تغییر بافت، وجود نمونه‌های صدف، ریشه درخت یا هر چیز رو اینجا وارد بکنید و در بالا شماره نمونه، محل برداشت نمونه، کسی که آنالیز کرده و این کورلاگ رو تهیه کرده، و بعد سایر اطلاعات مربوط به اسکن‌های بعدی رو در داخل این کورلاگ وارد بکنید. مرحله بعدی این هستش که ما از این نمونه اگر بخوایم که از این نمونه مغزه بخوایم نمونه‌های متفاوتی رو برای منظورهای مختلفی جدا بکنیم که حالا به شما نشون خواهم داد که این کار رو چجوری انجام. خب در ادامه ما الان نمونه رسوبمون که داخل این نیم استوانه PVC قرار گرفته به داخل این ناودونی چوبی اینجا منتقل میکنم. این رو ما درست کردیم برای اینکه
در حقیقت این مجموعه رو بتونیم محکم سکیورش بکنیم و کارمون رو راحت‌تر بکنه برای نمونه برداری بعدی. اولین کاری که من معمولا انجام میدم این هستش که این ابتدای نمونه رو با خطکش، با صفر خطکشی که روی این لوله PVC هست این رو میزون میکنم با جلو عقب بردن این حقیقت قطعه پلکسیگلاس که نمونه ما روش قرار گرفته، یه طوری این رو جابجا میکنم تا اینکه ابتدای رسوب ما کاملا با خطکشمون تو نقطه صفر یکی باشه، که از اینجا من به راحتی میتونم فقط با نگاه کردن این خطکش بالا بدونم که مثلا اگه بخوام نمونه رو سانتیمتر 20 یا 25 این مغزه بردارم کجا رو باید نمونه گیری بکنم. یکی دیگه از کارهایی که من همیشه انجام میدم این هستش که بعد از تهیه عکس از روی این مغزه و معمولا انجام دادن همزمان تغییرات مغناطیسی که در طول مغزه اتفاق میفته، اندازه‌گیری مگنتیک ساسپتیبیلیتی یا اینکه اسکنر XRF، ترجیحی که من دارم این هستش که این عکس رو با تغییرات اندازه‌گیری شده، حالا مگنتیک هست یا تغییرات عناصر هست در طول این مغزه، این رو مطابقت بدم. برای این کار همونطور که اینجا میبینید من از نرم افزار کورولایزر استفاده میکنم. این الان یک پرینت مقیاس 1:1 همین نمونه هست که در این بخش در حقیقت میشه گفتش که پایینی این پرینت که الان من سرتر گرفتم که شما بتونید ببینید، من عکس کور رو وارد کردم و بعد در بخش‌های بعدی تغییرات حالا عناصر اندازه‌گیری شده یا اینکه مگنتیک رو مشخص کردم. این روش به ما این کمک میکنه که ما اگر بخوایم از روی یک پیک خاص نمونه گیری بکنیم به راحتی اون پیک رو میتونیم روی نمونه‌مون شناسایی بکنیم. چرا؟ چون پیک رو با عکس مغزه مطابقت بدیم به این روش و بعد این رو اگر در طول نمونه خودمون قرار بدیم به این شکل میبینید. من الان نمونه مغزه رو دارم، عکس مغزه رو دارم که مقیاسش دقیقا با مقیاس مغزه من یکی هست و بعد تغییرات، حالا این گراف زردنگ اینجا الان تغییرات عنصر آلومینیوم هست و مثلا اگر من بخوام از این پیک اینجا نمونه گیری بکنم دقیقا میدونم که این پیک من رو کدوم قسمت کور هست و بعد بر مبنای اون من میتونم همون رو پیدا بکنم روی نمونه خودم و از اون به اصطلاح از همون نقطه برداشت بکنم. برای برداشت معمولا من از یک چاقوی با تیغه سرامیکی استفاده میکنم که این رو قبلا من تمیز کردم، شستم و با آب 2 بار تقطیر این رو در حقیقت شستشو دادم و بعد خشکش کردم. الان منطقه‌ای رو که میخوام نمونه بگیرم در حقیقت منطقه‌ای هستش که قبل از این پیک من قرار گرفته در میانه مغزه. جایی رو که میخواستم نمونه بگیرم اینجا با یک نقطه و فلش مشخص کردم، شماره نمونه‌ام رو هم همینجا نوشتم. حالا این رو در طول مغزه خودم قرار میدم و بعد سعی میکنم که بر مبنای مقیاسی که خطکش مقیاسی که اینجا در عکس دارم و خطکش مقیاسی که اینجا هست که هر دو تاش یکی هستن طبیعتاً و بر مبنای خواص فیزیکی و تصویری که اینجا دارم نقطه مورد نظرم رو روی کور پیدا بکنم و با عرض مورد نیازم نمونه گیری بکنم. معمولا مثل اینکه دارید یک بخشی از کیک رو برش میزنید به همون ترتیب سعی میکنید که با چاقو نمونه خودتون رو کاملا ببرید به عرضی که نیاز دارید و در این حال همزمان با این کار محل برش رو روی خطکش شناسایی میکنید که الان من روی
در حقیقت فاصله 47 سانتی متری دارم این کارو میکنم. عرض نمونه من نیم سانت خواهد بود، پس از 47 تا 47 نیم اینجا من نمونه گیری خواهم کرد که همین فاصله رو دقیقا روی اون کورلاگ هم سعی میکنم منتقل بکنم که دقیقا بدونم چه نمونه رو با چه شماره از چه فاصله‌ای برداشت کردم. هرچند که نیاز داشتید تیغتون رو در حین کار تمیز کنید میتونید از کلین وایپ استفاده بکنید. اون بخش رویی نمونه رو که من الان دارم جدا میکنم به دلیل اینکه هنگام نمونه برداری امکان داره که یه مقدار از بخشایی که در حقیقت معرف نمونه شما هست وارد این منطقه شده باشه یا نشده باشه و از بخشای جانبی هم شما متریال گرفته باشه. من سعی میکنم که سطح این رو با کاردک خراش بدم و در حقیقت اون بخشی که از بخشای جانبی مالیده شده روی اون محدوده مورد نظر ما اون رو اول جدا میکنم و بعد برشی رو که دادم سعی میکنم با دقت از داخل مغزه خارج کنم. این الان نمونه‌ای هستش که من گرفتم. حالا بسته به نوع نیازی که شما خواهید داشت، اگر میخواید نمونه رو خشک کنید میتونید از این قایق‌های آلومینیومی استفاده بکنید. شماره نمونه رو اینجا یادداشت میکنید، نمونه رو داخل منتقل میکنید و بعد کل مجموعه رو داخل آون با درجه حرارت مورد نظرتون میذارید. یا اینکه اگر برای شما فرقی نمیکنه میتونید نمونه رو به همین شکلی که مرطوب هست داخل این ظرف‌های شیشه‌ای دردار منتقل بکنید و اون رو برای آزمایش‌های بعدی خودتون نگه. شماره نمونه رو مطابق اون چیزی که قبلا روی تصویر داشتم روی این شیشه منتقل میکنم. بعد از اینکه کار شما با کور تمام شد دقیقاً همه اون مراحل باز کردن لفافه و اینا رو به صورت معکوس انجام میدید و کور رو داخل لوله PVC منتقل میکنید و بعد کل مجموعه رو داخل اون پوشش پلاستیکی منتقل میکنید و با چسب میبندید که کور رطوبت خودش از دست نده و بعد نهایتاً کل مغزه رو به داخل یخچال مخصوص منتقل میکنید.